اولا برادران عزیز و پدران مهربان، همه شما را روزهای عید تبریک و تهنیت میگویم و از خداوند مسئلت دارم که این عید را خداوند بر همه شما مبارک بگرداند و خداوند این یک ماه عبادت هایی که شما انجام دادید از قبیل روزه داشتن، خیر احسان کردن، صدقه فطر دادن، نماز تراویح و 5 وقت نماز خواندن، خداوند این عبادت های شما را به درگاهش مقبول بگرداند و خداوند گذشتگان شما را رحمت و مغفرت بگرداند، بیماری های شما را خداوند شفای کامل و شفای عاجل نصیب بگرداند و مسافران شما را خدای مهربان صحت و سلامت و خاندان بر بگرداند و خدای مهربان در این روزهای پرفیض و پربرکات دعا میکنیم که خداوند این جمهوری ما را هم سرسبز و خرم بگرداند و آرامی و یکدیگر فهمی را برقرار و بر دوام نگه بدارد. آمین یا رب العالمین. آچه جانت منتو میکنه، آش میکنه، خودت متاسفانه خورده نمیتونیش، ژلودکا درد میکنه، معده درد میکنه، ژلودکا یزو شدگی. اینجا را بخونین میگه که با آیت های قرآن خوانده شدگی. بچه ادختر پدر و مادر، کسانی که همین سیتواسیا در قرار دارن، داروی بهترین چوده عصر 21 برای شما توصیه میتیم. ما خواستیم این جمعه درباره فضیلت علم آموختن، چه علمهای دنیوی باشد چه علم اسلامی باشد، با شما صحبت کنیم. لیکن از بس که روزهای عید بود و روزهای تعمیر این بنا بود، ما به اینها آواره شدیم و برای شما این موضوع را مکمل ساخته نتوانستیم. از این خاطر میخواهم این جمعه چند سوال هایی که تا حال جواب نگرفتن و شما جواب بگردانم. السلام علیکم داملای عزیز و شیرین سخن. هر وقتی که در خانه کسیته های امر معروف شما را گوش می کردیم، پدری خدا رحمتی هم شما را بسیار دوست می داشت از برای لفظ شیرینتان و دائما به ما می گفت که یک بار او را به من از نزدیک شناس کنید تا که من با او هم صحبت شوم و رحمت باشی خود را به او اظهار نمایم. از بس که او بیمار بود، او را نصیب دیدار شما نکرده از دنیا گذشت. از شما خواهش و التماس می نمایم که در حق او دعا کنید. خدای مهربان این پدری که آرزوی دیدار ما کرده است و خواست است از صحبت ما چیزی برخوردار شود و ساعت عجل که بالای او آمده رسید، خدای مهربان روحش شاد و قبرش را پروردگار و پرنور بگردانی. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم داملا حاجی مرزا. من یکی از مخلصان اشدی شما می باشم. پیش از سوال کردن از شما و از دیگر داملایان عذر می خواهم. یک سوال دارم. در محله ما، یعنی این کس بسیار نویسنده است،
مقصد سؤالش این است که در محله ما دو ملا یا یک ملای هست و مردم را به خیر و سخاوت دعوت میکنند و از فضیلت‌های خیر و سخاوت مردم اعلان میکنند، لیکن خودشان خیر و سخاوت نمیکنند. یعنی از شما عذرخواهی بسیار میکنم گفته و این را آرامانه به ما جواب گردانید. یعنی فرقی ندارد در نزد خیر و سخاوت چی ملا باشد چی غیر ملا باشد، همش یک نفری هستند در نزد پروردگار، مگر که خداوند اهل علم را، کسانی که علم دارند، کسانی که عالم هستند، اونها را پروردگار خود خبر میدهد که اینها را ما درجات خاصه دادگی هستیم. یعنی اینها البته به البته چگونه که خداوند میگوید قل هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، آیا آن کسانی که عالم هستند و آن کسانی که عالم نیستند آیا در قدر و در قیمت برابر هستند؟ خدا میگوید نه، بلکه عالم ها درجه خاصه دارند. چگونه که در رفت گپ ما و شما میگوییم پرهنر از بیهنر بالا نشیند عیب نیست، یعنی عالم همان شخص پرهنر است، لیکن اگر کدام عالم و کدام داملای اگر شرایط داشته باشد، اونم باید که برابر مردم چیکار کند؟ در خیر و سخاوت کوشش کند. این معنای را ندارد که اگر پیشوایی که علم داشته باشد و همه شرایط های زندگیش مهیا باشد لیکن وی خیر و سخاوت نکند، این معنای را ندارد. باید که بیشتر باز عالم یا پیشوا باید که وی با خیرش زیادتر باشد، چگونه ای که به مردم خودش تبلیغ میکند. لیکن مادامی که اگر شرایطش نباشد وی ما و شما مجبور کردن نمیتونیم. و دیگر فضیلتی که پیشواها دارن این است که وقتی بر یک انسان یک بسم الله الرحمن الرحیم تعلیم دهد، از هزار خیر احسانی که دیگر شخصان انجام میدهند فضلش بالاتر است. وقتی یک عالم اگر یک ساعت یا از او کمتر در بین مردم تبلیغ میکند و مردم به سوی خدا دعوت میکند، اگر تو ماه در راه خدا خیر احسان کنی و ثواب او برابر شدن نمیتونی. اینش هم باید ما و شما فراموش نکنیم. و دوم سوالی که کردن، در وقت امر معروف رفته ایستاده باشد نماز تحیه مسجد خواندن درست است یا نه؟ این نزد مذهب ابو حنیفه اگر در حالتی که پیشوا داملا امر معروف دارد تحیه مسجد خواندنش مکروه است، ممکن نیست. این امر معروف باید که اون چیکار کند؟ وای گوش اندازد. تحیه مسجد را نزد مذهب ابو حنیفه مستحب خواندن، گفتن مستحب است تحیه مسجد خواندن. یعنی شخص خواننده به سبب نخواندنش گناهگار کشتار دوچار کرد، قیامت او چی می شود؟ به ما فهمانید. بابای حاجی، من از شما پرسیدنیم که در بین شام و عصر خوردن درست است یا نه؟ این را نوشته است مادر علم دیده. یعنی بین عصر و شام خوردن هیچ زلال ندارد. من ندیدم در یگان حدیث پیغمبری خدا یا یگان مسئله‌ای که بین عصر و شام خوردن ناجایز باشد. اگر شخصی را که نماز عصرش خواندگی باشد، برای وی خوردن بین عصر و شام هیچ زلال زیانی ندارد.
اون بعضی مسئله هایی که مردم میگویند گویا که فرزند او از آب کوثر محروم می شود و دیگر مسئله هایی که میگویند اینا هیچ اساسی ندارند، اینا معنی هم ندارند. یعنی بین عصر شام با طریق اولا جایز است که شما طعام خورین. و شخصی که مجبوری خودش را به قتل میرساند، هلاک میکند، حالی او چگونه است در اسلام؟ خداوند در قرآن در سوره نساء به ما و شما گوشزد میکند، خبر میدهد: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، ولا تقتلوا انفسکم ان الله کان بكم رحیما. خداوند امر میکند ای بندگان من، ای مردم، شما خودتان را به دست خودتان به قتل نرسانید، پروردگار شما برای شما رحیم و مهربان است. این امر الهی است که شما با دست خودتان را به قتل نرسانید. خدای شما با شما مهربان است. تو الکی یک جنایت صادر میکنی، امر پروردگار تا پایمال میکنی. خدا به تو میگوید خودت را به دست خودت قتل نکن، تو سخن پروردگار را قبول نمیسازی، بلکه خودت به هلاکت میرسانی. از حساب چی؟ از حساب زندگی، از حساب مشکلات هایی که بالای شما می آید، از حساب دردی که شما را غم می دهد. باید انسان با صبر باشد، باید انسان با تحمل باشد. باید در هر یک مصیبتی که به سر او می آید، چه از جهت خانه‌داری است، چه از جهت بیماری است، چه از جهت زندگی او پیدا می شود، باید وی از این مصیبت ها فرار نکند، باید نگریزد، باید بلکه در اینها صبر کند. و خداوند همراه صابران است، او را خداوند اجر می دهد. اگر هر نفری را که این گونه زندگی های مشکل بالاش آید و وی خودش را به هلاکت رساند، پس این چی معنی پیدا می کند؟ امروز اکثریت مردم در مشقت از حساب یا از زنداریش است یا از حساب فرزندای ناخوبش است گرفتار هستند. و اینها اگر دستی با قتل زنند، اینها همه در نزد پروردگار گناهکار می شوند. یک حدیثی را من برای شما الحال می خوانم، برای شخصانی که خودشان را با دست خودشان قتل می کنند. چند جوانها را اگر یاد داشته باشین، از حساب عشق، از حساب دختربازی خودشان را به هلاکت رساندند. چندین دختری دیگر هم از حساب آن که این جوان او را در نکاح خود ندر آورد، و هم خودش را به هلاکت رساندگی است در همین شهر ما و شما. کان فی من قبلکم رجل به جرح فاخذ سکینا فحز بها یده فما رقاء الدم حتى مات فقال الله بادرني عبدي بنفسي فحرمت عليه الجنه. پیغمبر خدا گفت که در امتهای پیشین، امتهایی که پیش از من گذشتند، یک نفری بود که یک جراحت در بدنش داشت، یک جراحت بود، یک زخمی بود که وی غم میداد، دقت میداد، درد میکرد. این مرد به یک حالت آمد که دیگر طاقت کرده نتانست و کار در گرفت و همین شاهرگهایی که وجود دارد که در بین دست ما و شما رگهای کلانی که هست، همین ها را میگه به کار برید تا که خونی او تیزتر براید و این مرد جانش از همین دنیا خلاص شود، از این درد خلاص شود. رسول اکرم گفتن وقتی که این مرد این عمل انجام داد، خداوند چی گفت؟ بادرنی عبدی
فحرمت علیه الجنه. بنده من در حیات خودش رحم نکرد، بلکه خواست که پیش از مهلت از دنیا گذرد. از این خاطر من بر این گونه بنده ها جنت حرام گردانیدم. کسی که اگر خواهد که پیش از مهلت، پیش از ساعت اجلش، یعنی با مرگ الهی نه بلکه با دست خودش را به قتل میرساند، خداوند بر او وعده دارد فحرمت علیه الجنه، من حرام گردانیدم آن جنت جاودانی را، آن جنت پرناز و نعمت را برای این گونه بنده های ناشکر حرام گردانیدگی هستم. حیات این نعمت است. این نفس هایی که شما میکشید، این تن صحتی که شما دارید، اینا یک نعمت کلانی هستند. شما برای اندک معامله های دنیایی وقتی دستی به کشتار میزنید، دستی با قتل میزنید، خودتان هلاک میکنید، شما یعنی نفرت از نعمت پروردگار کردید. از این خاطر در هر معامله، در هر مصیبت شما صبر کننده باشید. انشاءالله هر یک میگوید پایان شب سیاه سفید است. هر یک مشکلات با آسانی دارد. فإن مع العسر یسرا إن مع العسر یسرا. خداوند در قرآن میگوید هر یک مشکلات برای خودش آسانی دارد. هر یک مشکلات برای خودش آسانی دارد. امروز اون معامله‌ای که بین زن داری، جنجالی که در عائلت داری، گفتی شاعر زندگی آینه بیش و کمیست، هر شب در آسمان ستاره نیست. در آسمان هر شب ستاره زار نیست. زندگی دوستان خدا را اگر ورق زنی چی مشکلات بالای اونها بود، چی عذابهای اونها داشتند، چی زبان درازیهای از جانب زنها میشنیدند. لیکن عزیزان ما و شما دستی به کشتار نزدند، بلکه اونها صبر کردند. و جوانها، من برای شما چندین بار خبر دادم، عشق ورزی نکنید. عاقبت عشق به نهایت سیاهی کلان دارد. شما به همه جنایت دست میزنید. السلام علیکم داملای شیرین سخن. در نماز خواندن سبحان ربی العظیم و سبحان ربی الاعلا را از 3 بار زیاد خواندن جایز است یا نه؟ ما و شما وقتی که رکوع میکنیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم، یا سجده میریم سبحان ربی الاعلا، پاک هستی تو ای پروردگار ما، چی بزرگ هستی ای پروردگار ما. ما وقتی این کلمات ها را که یاد میکنیم، اینها را کمترین تسبیح 3 بار است. یعنی اگر مبادا شخص امام باشد، برای قوم همین 3 بارش کفایت کننده است. چگونه پیغمبر خدا میگوید هر وقتایی که شما تنها گذار باشین فلیطول ما شاء، چند قدر دراز میگوی گفتن بگیر. 5 بار میگوی، 7 بار میگوی، 9 بار میگوی، 11 میگوی، 13 میگوی، یعنی عدد طاق تا چند باری را که سبحان ربی الاعلا میگوی، سبحان ربی العظیم میگوی، سر در سجده بمان. در سجدگاه چی دعایی که میکنی کردن بگیر، چی درخواستی که داری در حالت همون پیشانی را در بالای جای نماز ماندن، پیغمبر خدا گفتن یک موضع اجابت دعاست. وقتی آدم پیشانیش در سجدگاه میماند، سبحان ربی الاعلا را انجام میدهد و باز دیگر مناجات ها و دیگر طلبات هاش را پیشنهاد میکند، خداوند و قبول میکند. اگر شما تنها گذار باشین، در حالت امام باشین، از 3 بار زیاد نکنین. داملای محترم، مادر من بیمار است، با تیمم یا کج پهلو کتاب قرآن خواندن ممکن است یا نه؟ ممکن است. اگر کدام مادر یا پدری که بیمار باشد، نشسته نتواند،
اگر در حالت کچپهلویی اگر قرآن خواند با طریق اولاد درست است، زیرا که خداوند در قرآن میگوید لا یکلف الله نفسا الا وسعها، هیچ بنده را از قوتش دیده زیاد ما تکلیف نداریم، از بنده آن مقدار طلب داریم که قوت او را داشته باشد. بین ماه مبارک رمضان در یک سال یک بار می آید، لیکن خداوند میگوید وقتی شما مریض باشید بندگان من روزه را بخورید تا وقتی که شما شفا یابید. بندگان من اگر شما راستا نماز خواندن نمی توانید، نشسته نماز خوانید، نشسته نمی توانید کج پهلو نماز خوانید. اینقدر سبکی های برای ما و شما وجود دارد. بنده من مسافر می شوی، اگرچه با بهترین تکنیک های زمان می روی، هیچ مشکلات بالای تو نمی آید، حتی در بدنت عرق پیدا نمی شود. تو مسافر می شوی، روزه را بخور، جایز برای تو مسافر هستی. یعنی این گونه سبکی ها در دین اسلام ما و شما موجود است. از این خاطر هر مادر و پدری که چگونه که خدا را عبادت کرده می تواند عبادت کند جایز است. السلام علیکم داملای شیرین زبان، من از شما خواهش میکنم که با این سوال من جواب دهید. در مسجد شخصی که زن ندارد پیش در آمدنش ممکن است یا نه؟ ممکن است. اگر شخصی که زن نداشته باشد لیکن عالم باشد و شخصی که زن دارد و مثل او علم ندارد، وای در نزد این شخص بی زن جایز نیست که پیش در آید. عالم همه وقت پیش می در آید، زن دارد ندارد باید که وای پیش در آید. زن داشتن در شرط امامتی داخل نمی شود. برای امام یعنی شرط های اساسی همین است که وای عالم فقه باشد، وای عالم فقه باشد، مسئله ها را فهمد. در داخل نماز باید که واجب از فرض جدا کرده تواند، سنت از واجب جدا کرده تواند، کدام عمل او سنت است کدام عملش واجب است. با ترک این نماز فاسد می شود، مکروه می شود. این عمل مباح است، چی هست اینها را فهمیدن لازم. این برای امام شرط است. برای من یک برادر اینجا سوال کرده است، اگر قاری قرآن در مسجد باشد و یک عالم در پیش باشد، آیا قاری قرآن پیش می درآید یا عالم؟ عالم هزارها مرتبه از قاری قرآن بالاست درجهش. اگر 100 قاری قرآن در داخل مسجد باشد، یک عالم در پهلوشان باشد، عالم حق دارد پیش درآید. قاری قرآن اینها یک رکن نماز می دانند، فقط قرائت می کنند، لیکن عالم از همه رکنهای داخل نماز با خبر است. برای همین برای امام شرط همین است که باید که فرض و واجب و سنت و مستحب و مکروه و مباح و این عملها را داند. یعنی زن داشتن و نداشتن او در شرط امامتی داخل نمی شود. السلام علیکم داملای عزیز، من یکی از مخلصان اشدی شما. راست گپ من برای اولی که به مسجد شما قدم گذاشتم، هوس من به نماز جمع خوانی دوچند و دهچند شد. از خدای متعال آرزو دارم که علم و دانش مهارت شما را با همه داملاهای مسجدهای جمع خوانی دیگر نصیب گرداند و ما از امر معروف های آنها بهره‌ور شویم. راست گپ من در اداره دولتی کار میکنم. وقتی که به نماز جمعه رحکی میشوم، کار دیگری را بهانه کرده دروغ میگویم و به نماز جمعه میآیم. نمیدانم که این دروغ من گناهگار میشوم یا نه. سوال من به شما چنین است، من در یکی از امر معروف های شما شنیدم که 7 گناهی هست که آدمان از رحمت پروردگار بی نصیب میشوند. برای مثال با دست ریزاندن شهوت در حالت حیض، با زن خانه‌داری کردن یا به حیوان رسیدن. اگر بنده یکی از این گناه‌ها را در آوان جوانی از روی نافهمی کرده باشد
حالا پشیمان شده توبه کند، آیا از رحمت خداوند بی نصیب می شود یا نه؟ التماس جواب درست دهید. یعنی ما 7 گناه گفتیم که حدیث پیغمبر است که روز قیامت از رحمت پروردگار دور هستند، که چگونه که این برادر 3 گناه این یادآور شد. اگر این گناه ها را کدام از ما و شما در حالت جوانی کرده باشیم و امروز به سوی پروردگار بازگردیم و گوییم ای بار الهی، ای بار خدایا، ما هر گناهی که تا امروز کردیم از نافهمی بود، از جهل بود، از نادانی بود، امروز که فهمیدیم که این جنایت است، این گناه است، توبه به سوی تو کردیم. خدایا مرا ببخش. خداوند شما را میبخشد. رسول اکرم میگوید التائب من الذنب کمن ذنب له. توبه کننده از گناه مثل شخصی هست که گناه نکرده باشد. من دیروز در نماز عید به همه شما خبر دادم و در باب توبه کمی صحبت کردم. جوانای عزیز و برادرایی که امروز سن سال شما به 50 و 60 رسید و امروز قدم اولین به مسجد گذاشتین، شما از ملامت هیچ کس نترسید. خداوند شما را همچون بنده به درگاه خودش قبول کردگی است. اگرچه تا امروز تو عرق نوشیدی، اگرچه امروز تو صدها زنا را انجام دادی، اگرچه امروز تو دیگر گناه ها را صادر کردی، امروز که به مسجد آمدی، امروز که تو بالای جای نماز بر آمدی، خداوند همه گناه های تو را به نیکی ها مبدل کردگی است. این وعده پروردگار است. این حدیث پیغمبری خداست. التائب من الذنب کمن لا ذنب له. کسی گناه میکند، توبه میکند، خداوند توبه او را قبول میکند و این شخص مثل شخصی هست که گناه نکرده باشد. برای همین برادرای عزیز و پدرای مهربان، از همه شما خواهش میکنم، همون فرزند یا برادری که در پهلو میبینیش و تا دیروز وای عرق خور دیده بودی، تا دیروز وای زناکار دیده بودی، تا دیروز وای دروغگو دیده بودی، وای ملامت نکن، بلکه بگو بسیار خوش آمدی، خوش به حالت که 1 ساعت پیش آمدی، بسیار کاری نیک کردی. با این گونه صحبت ها ما باید دل وای به دست گیریم، نه اینکه وای ما و شما از مسجد گریزانیم. تا دیروز تو عرق نوش بودی، امروز باز تو نماز خوان شدی. خودت چی بودی؟ تاریخ خودت اگر ورق زنن از دیگ دهم سیاه است. خدا در قرآن میگه ولا تجسسوا، یکدیگر را جستجو نکنین، از تاریخ یکدیگر یادآور نشوین. اگر شما تاریخ حضرت عمر خوانین، به سوی خدا پناه طلب میکنین که چه عملهای نادرست کرده بودند. یکی خدا که هدایتش کرد، امروز 1.5 میلیارد مسلمان روی دنیا حضرت عمر میگویند. دحیه کلبی 60 سال پادشاهی کردند، میگوید 60 نبیره و دختری خودم به دست خودم قتل کردند. یکی خداوند بخشی داشت. وقتی وی لا اله الا الله محمد رسول الله گفت، خداوند از کل گناه های او درگذشت. برای همین هر یک انسانی که توبه میکند به سوی خدا بازگشت دارد. من برای همه شما سخن خدا و پیغمبر اعلان میکنم که خداوند شما را بخشید. 10 سالی که تو گناه کردی، 10 سال تو نماز خواندی، 10 سال تو عبادت کردی. ناامید نشو، بلکه آمده از صحبت ها برخوردار شو. عبادت تا 2 چند کن، آب چشم تا زیاد کن. و این دروغی که این برادر گفته است، برای آنی که در کار حکومت برای او یگان سختی نرسد، این من حتی از یک داملای کلان پرسان کردم، اون حضرت گفتن جایز است. جایز است که برای اگر نماز و اگر یگان دروغ استفاده برده و آمده نماز خواند. اگر چنده که مثال دروغ
در حدیث های پیغمبر میگوید برای در حرب، یعنی در حالت جنگ، الحرب خدعتون گفت از پیغمبر، جنگ خودش فریب است. یعنی جاتا از اینجا ایواز میکنی، از اینجا ایواز میکنی برای دفاع کردن جان خود از دشمن. این هم یک نمود فریب است. این رسول اکرم اجازت دادند. و دیگر فریب، این دیگر دروغ جایز است اگر بین دو آدمی که قهری باشند. ما رفته پیش او کس میگوییم که وی بسیار پشیمان شده است، حالان که وی پشیمان هم نشده است. ولی امروزه قهری های ما و شما برعکس تکبری دارند، فخر میکنند. اگر ما رفته از جانب اونها گوییم که وی پشیمان شده است، وی خودش را هر روز ملامت میکند که این چی کاری نامعقول بود، اگر این گونه از سخنهای دروغ هم استفاده بریم تا که دل وی نرم کنیم و اینها باز با یکدیگر آشنا شوند، این دروغ هم جایز است. و دروغ دیگری که جایز است بین زن و شوهر، اگر یعنی جدایی اگر پیدا شده باشد، اونها را باز برای یک جا کردن و زندگی اونها را مستحکم کردن. اگر ما دروغ هم که گوییم، پیش زن رویم گوییم که مرد پشیمان شده است، وای میگوید که کاش که یک بار دیگر باز زندگی کنم، و پیش شوهر رفته مثال از حساب زن گپ زنیم که زن تو هر روز گریان است و باز زندگی دوباره میخواهد. این گونه سخنهای دروغ هم اگر استفاده بریم برای یک جای شدن زندگی اینها هم جایز است. السلام علیکم داملا حاجی میرزا.